بسم الله الرحمن الرحیم. درس 42 توحید در تعظیم شعائر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. دوستان عزیز، شعائر الله چی هست که ما او را تعظیم بکنیم؟ شعائر جمع شعیره هست به معنای علامت و نشانه. هر چیزی که الله به عظمتش ما را آگاه کرده او شعیره گفته میشه. الله متعال مثلا احکامی را که برای ما بیان کرده، اوامری را که بیان کرده، این از شعائر الله گفته میشه. در اصطلاح علما میگن که هی المعالم التي جعلها الله لعباده. میگه هی علامات هست، نشانه های است که الله سبحانه و تعالی او را بر بنده هایش چی کشانده؟ این را بر بنده هایش نشان داده هست. علامت بر چی کشانده؟ بر معرفت الله و شناخت الله و عبادت الله. لینالوا ثوابه بتعظیمه، که وقت انسان بفهمه که این امور مربوط به الله میشه. این کعبه بیت الله هست، این پیغمبر رسول الله هست. ببینید کعبه بیت الله هست، یعنی خانه مخلوق با عظمت است که الله او را عظمت داده. پس ما او را تعظیم میکنیم به خاطر از اینکه تعظیم از او تعظیم الله هست. چرا؟ او را الله بر ما معرفی کرده. خانه دیگه را تعظیم نمیکنیم. چرا؟ او را الله به خود نسبت نداده. بیت الله یعنی خانه‌ای که مخلوق الله هست و پیش الله بسیار با عزت است. پس ما او را عزت و تعظیم میکنیم. این رسول الله هست. محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هست. پس تعظیم رسول الله صلی الله علیه و سلم، این رسول الله صلی الله علیه و سلم شعیره از شعائر الله شد. پس آن چیزی که مربوط به الله میشه او را تعظیم میکنی، در حقیقت حکم الله را احترام کردی و ادب کردی و تعظیم کردی و اینجا برای انسان ثواب و اجر حاصل میشه. چی دلیل داریم؟ در قرآن عظیم شان الله متعال میگه و من یعظم شعائر الله، هر کسی که تعظیم بکنه شعائر الله را. ببینید الله میگه اما قسم که ما الله سبحانه و تعالی را تعظیم میکنیم که ذات با عظمت است، همین قسم احکامش، اوامرش و آنچه که مربوط الله میشه کل از رو تعظیم میکنیم. الله متعال میگه و من یعظم شعائر الله، کسی که شعائر الله را تعظیم میکنه فانها من تقوی القلوب، این در حقیقت تقوای قلبی داره. رسول الله صلی الله علیه و سلم، خب در حدیث ما چی دلیل داریم؟ در حدیث مثلا یک کسی از زید بن اسلم میگه که یک شخص از منافقین بر عوف ابن مالک، یک کسی بود کلمه خوانده بود، نماز میخواند، که مسلمان ها بود و حتی که مسلمان ها در غزوه اشتراک کرده بود. میگه در غزوه تبوک اشتراک کرده بود. میگه وقتی که این شخص میگه منافق بود، ظاهرا در بین مسلمان ها خود زده بود، لکن اصل این شخص منافق بوده. قال لعوف ابن مالک فی غزوه تبوک، یک صحابی هست عوف ابن مالک، برزی میگه در غزوه تبوک اونا رسول الله صلی الله علیه و سلم با امرای صحابه عادت داشتن که وقتی در سفر می بودن، یگان جایی که مثلا قافله را استاد میکردن، توقف میکردن به خاطر استراحت و تفریح، باز رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه قرآن قرائت میکردن. قرائت معنای تلاوت قرآن عظیم شان، قرائت میکردن قرآن عظیم شان، چی از روی باشه یا چی از حفظ باشه. این حال این شخص میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم و به امرای صحابه دید که اونجا ششته‌اند. بر عوف ابن مالک این میگه، یعنی شخص مال قرائنا هؤلاء، میگه این قاریان چی شده؟ ارغبنا بطونا، که بسیار علاقمند شکمای خود هستند. این بیادبی هست، یعنی بسیار شکم پرست هستند، معنایشی است. و اکذبنا السنتا، زبانایشان هم بسیار دروغگوی هستند. بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه شکم پرست و دروغگوی نسبت میده. و عجبوننا عند اللقاء، و بسیار ترسو هستند در وقتی که با دشمن روبرو میشیم. سه صفت زشت به رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، مهاجرین و انصار، به اینا این نسبت میده. قال خب میگه فقال له عوف ابن مالک صحابی وقتی گپ شمشنوه برش میگه کذبت، دروغ گفتی، ولکنک منافق. این گپا که میزنی تو منافق هستی. این گپا مسلمانی که قلباً به الله و رسولش تعظیم قائل است،
این نمیگه تو منافق هستی. لا اخبرن رسول الله صلی الله علیه و سلم، من میرم رسول الله صلی الله علیه و سلم همین سه دشنام خطرناک که تو دادی، سه لفظ خطرناک را که استعمال کردی الفاظ کفری است. ببینید بعضی اوقات بعضی کسا میگن که انسان با الفاظ کافر نمیشه. این شخص سه لفظ در حالی که کلمه میخوان، در حالی که ظاهرا که مسلمان ها بود، ظاهرا میگفت که من از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستم، لکن سه لفظ کفری را به رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه سخن بسیار زشت را گفت که این توهین و تحقیر است به رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه. خب از این خاطر این صحابی برش گفت که تو منافق هستی و من خبر میکنم رسول الله صلی الله علیه و سلم. فذهب عوف الى رسول الله لیخبره. میگه عوف ابن مالک رفت، زید ابن اسلم این روایت قصه میکنه، میگه من دیگه میبینم که عوف ابن مالک رفت پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم لیخبره تا این خبر بده. فوجد القرآن قد سبقه. میگه این قرآن یافت. میگه وقت پیش از که عوف ابن مالک بره و این جریان به رسول الله صلی الله علیه و سلم بگه، پیش از جبریل امین وقت رسیده و حکم الله را، آیت قرآن به رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کرده. از این خاطر میگه فوجد القرآن قد سبقه. میگه قرآن دید که پیش از این قرآن برزی رسیده هست. قال زید، میگه زید میگه قال عبدالله ابن عمر، که عبدالله ابن عمر میگه که فنظرت الیه، همین شخصی که توهین کرده بود، تحقیر کرده بود، این چی که میگه من دیدم که متعلقا به حقم ناقه رسول الله صلی الله علیه و سلم تنکب الحجاره. همین شخص میگه من دیدم که در کمربند شتر رسول الله صلی الله علیه و سلم خداویزان کرده و کشف میکنه و رسول الله هم شتر خود حرکت داده و این پای از این میگه سنگ ها را تو کش کشیده لوت میده. یقول انما كنا نخوض و نلعب. این میگه که ما مزاق میکردیم، ساتیری میکردیم. و فیقول النبی صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم برش میگه که ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. شما به الله و آیات الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم شما استهزا میکنید. لا تعتذروا، عذر نکنید، قد کفرتم بعد ایمانکم، شما کافر شدید بعد از ایمانتان. پس ببینید کسی که تعظیم به شعائر الله نمیکنه، ضد تعظیم چی هست؟ توهین و تحقیر و استهزاء هست. این که فکایی میگه سر پیغمبر، فکایی میگه سر صحابه، فکایی میگه یا مثلا کلمات زشت استعمال میکنه، قصدش داشته باشه، قصد کفر داشته باشه یا نداشته باشه، این کافر میشه. الفاظ کفری رو استعمال میکنن در حالتی چی است؟ والا مزاق میکردم، ساتیری میکردم، این میکردم. پس این شخص در این حالات به اساس این چی است؟ این امام طبری رحمه الله در تفسیر میایت شریف چی کردن؟ روایت کردن. از اقوال سلف و علمای اسلام، عمر بن خطاب رضی الله عنه میگه دو شخص در مسجد نبوی دید که با صدای بلند سخن میگن. ببین مسجد نبوی مسجد جایی هست که در عبادت الله میشه، مسجد است. دید که در مسجد نبوی دو نفر صدای خود بلند کردن، با صدای بلند سخن میگن. میگه عمر رضی الله عنه برشان گفت که اگر شما اهل این شهر میبودین، یعنی شما مسافر هستین از جای دیگه آمدین، درست نمیفهمین یا عادات از این چیز صحیح برتان گپا را نمیفهمین، اگر شما از این منطقه میبودین و صدایتان در اینجا بلند میکردین، شما را من تعظیم میکردم. در مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم با صدای بلند گپ میزنین. ببینید عمر رضی الله عنه بر از اینا تعظیم یکی از شعائر الله که مسجد است، مسجد نبوی است. کل مساجد دارای تعظیم است و مسجد نبوی و بیت الله حرام باز تعظیم خاص خدا دارد. با کل مساجد باید انسان مسلمان تعظیم داشته باشه، چرا که اینا مربوط به الله میشه. مسجد ما و شما میگیم که خانه الله هست. چرا خانه الله هست؟ یعنی خانه ای است که در این عبادت الله میشه و مخلوق با عزت پیش الله هست. متوجه هستین؟ و امام مالک رحمه الله میگه که امام مالک رحمه الله وقتی که علامه ابن کثیر میگه مالک ابن انس رحمه الله میگه وقتی که میخواست حدیث را بیان بکنه، ببینید حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواست بیان بکنه، پاکی میکرد، اول وضو یا غسل میگرفت به خاطر خواندن چی؟ حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. خوشبویی میکرد،
عطر میزد، ریشش شانه میکرد، لباس های خوبش میپوشید و میامد باز حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم. تعظیم به چی هست؟ احادیث هستی، حدیث شعیره از شاعر الله هست. تعظیم شاعر الله من تقوى القلوب است. ابوبکر بن منیر میگه که محمد بن اسماعیل بخاری، یعنی امام بخاری رحمه الله، میگه یک روز نماز میخوان، میگه در نماز زنبور 17 جای بدنش گزید، در نماز 17 جای بدن زیر زنبور گزید و هنگامی که نمازش را تمام کرد گفت ببینید که چیست، فلا مرا کدام چیز اذیت میکنه. هنگامی که دیدن زنبوری بود که 17 جایش متورم کرده، 17 جای زیر زنبور گزیده، ولی او نمازش را قطع نکرد. این نماز خود چرا قطع نمیکنه؟ تعظیم شاعر الله، تعظیم نماز. که وقتی من در نماز استار شدم، به عبادت الله استار شدم، آل به یک زنبور گزیدن ما امی عبادت الله را ترک بکنم. میبینین به چی اندازه اینا شاعر الله. مسجد شاعر الله هست، قرآن شاعر الله هست، نماز شاعر الله هست، کعبه شاعر الله هست، چیزی که امر الله هست. قاضی عیاض میگه که کسی که به قرآن عظیم شان و به مصحف و یا چیز از آن استخفاف، یعنی بی‌ادبی و توهین کند، به اجماع مسلمان ها کافر است. یعنی کسی به قرآن توهین میکنه، قرآن شریف میگیری قسمی میزنه اون طرف میپرته، یا قرآن شریف به قصد توهین میگیره، باش من درش میتمینه بیاین امرای ما چیز بکنین. پس این انسان میگه با این عمل خود کافر میشه. محمد ابن منصور میگه که شخصی از ریشش چیز را گرفت و در مسجد انداخت. میگه وقتی کسی از در ریش کدام تارک بودی گرفت در مسجد انداخت، فورا میگه امام بخاری رحمه الله او را گرفت و در جیب خود یا آستین خود ماند و باز در بیرون انداخت. گفت چیزی را که مثلا در ریش شایسته نمیبینید در بیت خانه الله انداختن از رو شایسته میبینید. ببینید تعظیم شاعر الله. این حال اموری که در شاعر الله داخل میشه چی است؟ تعظیم اسما و صفات الله، رسول الله صلی الله علیه و سلم، مشاعر و مواقف، منا و مزدلفه و کعبه و مسجد، اینها دیگه تعظیم احکام الله. تمام احکام الله مربوط به شاعر الله. سر هر حکم الله که توهین بکنه، اگر حدود است، اگر قصاص است، اگر نماز است، اگر روزه است، اگر جهاد است، اگر چی است، انسان کافر میشه. بسیاری کسا ببینید جهاد تروریسم میگه، مجاهد تروریسم میگه، با این کلمه خود همین شخص از دین الله داخل خارج میشه. چی که توهین کرد به چی؟ یکی از شکننده های ایمان که ایمان انسان را مشکنه چی است؟ توهین و تحقیر به شاعر الله است. متوجه هستیم؟ دیگه از جمله شاعر الله حدود الله هست، دیگه از تعظیم کتاب الله هست، قرآن عظیم شان، تعظیم احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است، تعظیم عبادات است، تعظیم اماکن مقدسه هست، تعظیم صدقات است. عبدالله ابن عمر میگه اعظم شاعر البیت، بزرگترین شاعر الله میگه بیت الله شریف است. عبدالله ابن عباس میگه که البدن من شاعر الله، حتی همون شطوری که برای قربانی و برای حج تخصیص داده میشه ای از شاعر الله هست که ذبح میشه. محمد ابن ابی موسی رضی الله عنه میگه که وقوف در عرفات و مزدلفه و الجمار، جمرات زدن و رمی کردن و البدن و شطور و الحق، سر تراشیدن، این کلش میگه از جمله شاعر الله هست که انسان باید اینا را چیز کنن. و از این خاطر علما میگن که و من تعظیمه، میگه از تعظیم الله سبحانه و تعالی تعظیم ما حرمه و شرعه من زمان و مکان و اعمال. تعظیم هانچی است که او الله حرام کرده باید بسیار بزرگ بپنداری و از او دوری بکنی. هر چیز جای چیز که الله متعال او را حرام کرده و شرعه تشریع کرد. مثلا در زمان برای ما گفته که در این زمان شما این کار نکنید، در روزه نخورید، در این مکان احترام بکنید، به این اعمال احترام بکنید. پس اینا کلشان در جمله تعظیم شاعر الله هست که وقتی که الله امر میکنه، امر الله را اطاعت کردن تعظیم الله هست. از نهی الله دوری کردن به خاطر عظمت الله، این هم تطبیق حکم الله هست. از این خاطر اوامر و نواهی الله را انسان باید بسیار احتیاط بکنه. اوامر الله وقتی که الله متعال میگه کعبه با عزت است، با عزت است.
الله میگه که پیغمبر با عزت است ولله ولرسوله وللمؤمنین فلله العزة ولرسوله وللمؤمنین. الله با عزت است، رسول با عزت است، مؤمنان موحدین با عزت هستند. پس انسان مؤمن باید بر از اینا اما عزتشان و حرمت از اینا را داشته باشه. و حتی زمان و مکان و اعمالی را که الله متعال میگه مثلا اینی عمل، اینی سعی بین صفا و مروه، این از شاعر الله هست، باید تعظیم بکنی. این حالا کسی در مورد از اینا توهین و تحقیر میکنن، در حقیقت ای به کفر مبتلا میشه. یکی از نواقض ایمان متوجه باشین که توهین و تحقیر شاعر الله هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.